سلام، میخوام راجع به یک دستگاه جالب که کشورهای مختلف برای گسترش استفاده از انرژی‌های پاک دارن ترویجش میکنن باهاتون صحبت کنم. میخوام راجع به پمپ‌های گرمایی بگم. پمپ‌های گرمایی دقیقاً برعکس اسپیلت ها هستن. اسپیلت ها در تابستون گرمای خونه رو میگیرن و به محیط بیرون میدن. پمپ‌های گرمایی در زمستون و هوای سرد گرمای بیرون از خونه رو میگیرن و میارن به داخل خونه. خب شاید سوال بپرسید که تو اون هوای سرد چطور گرما رو میگیرن؟ ببینید، سرما مفهوم فیزیکی نداره. در اصل سرما به معنی اینه که گرمای کمتری در اون هوا هستش و ما تا منفی 273 درجه سانتیگراد، یعنی تا صفر مطلق، توی این فاصله در هر درجه حرارتی باشیم ما انرژی گرمایی کماکان داریم. خب این پمپ ها میان چیکار میکنن؟ داخلشون یک مایع مبرد هستش که نقطه جوشی در حدود منفی 30 درجه سانتیگراد داره. شما فرض کنید دمای بیرون از خونه منفی 5 درجه، منفی 10 درجه حتی باشه. خب وقتی که این مایع در لوله هایی که در بیرون از خونه کار گذاشته شده میره اونجا، وقتی که با دمای منفی 10 درجه روبرو میشه خب به جوش میاد. این مایع که به جوش میاد از منفی 30 درجه تا منفی 10 درجه در اصل گرما جذب کرده، ولی هنوز دماش اونقدر نیستش که به درد گرم کردن خونه بخوره. دماش منفی 10 درجه شده الان. خب میان چیکار میکنن تو مرحله بعد؟ میان و این گازو در یک کمپرسور با سرعت حجمش رو کم میکنن، در نتیجه فشار و دماش بالا میره تا 70 و 80 درجه سانتیگراد میرسه و این دمای بالا، این گازی که دماش بالا رفته رو میفرستن داخل خونه. حالا به دو تا روش میتونن کار کنن. یکی این که بیاد مثل اسپیلت به صورت هوا به هوا، یعنی هوای خونه رو گرم کنه، یا میتونه هوا به آب کار کنه، یعنی اون گازی که داغ شده بیاد داخل خونه و بیاد آب رو گرم کنه و این آب میتونه توی رادیاتورها یا گرمایش از کف استفاده بشه، همچنین آب گرم خونه رو هم تامین کنه و خب همش هم با برق هستش دیگه. این پمپ کاملا با برق کار میکنه. نکته بسیار جالب توجهش اینه که اگر تو روش‌های معمول گرمایی مثل استفاده از بخاری یا شوفاژ ما در نظر بگیریم، ما اگر یک واحد انرژی بدیم، حالا این انرژی میتونه گاز باشه یا برق باشه، نهایتا بتونیم یک واحد گرما بگیریم. اما تو این روشی که پمپ گرمایی استفاده میکنه، چون خودش گرما رو تولید نمیکنه و گرما رو منتقل میکنه، با یک واحد انرژی که میگیره میتونه 3 تا 5 واحد گرما بهمون بده. در نتیجه بازدهیش 300% تا 500% بیشتر از روش‌های مرسوم هستش و این یک ترندی هستش که توی کشورهای مختلف بسیار داره بهش پرداخته میشه و امیدواریم توی کشور خودمون هم شاهدش باشیم. ممنون که با من همراه بودید.